بازیایی که باعث مرگ بازیکنانشون شدن. پارت 2 اورکوست. یه نفر به اسم شانولی در سال 2002 به این بازی دلباختگی بیش از حد نشون میده و به همین دلیل از شغلش استعفا میده تا کل روز رو سرگرم این بازی بشه. ولی وقتی یه روز خانواده‌اش بهش سر میزدن میبینن که جنازه‌اش روی صندلیشه و وقتی پلیسا به اونجا میرسن میفهمن که او به دلیل اینکه نمیتونسته با بازیکنان دیگه ارتباط برقرار کنه عصبی میشه و همونجا سکته رو میزنه. اینگرس. قبل از اینکه آخریه رو بگم، اگه از این ویدیو خوشت اومد دوبار با انگشتت بزن قدش و چنل رو ساب کن. این بازی اینطوریه که شما باید دنبال پورتالاش توی دنیای واقعی برین و در کل بازی خوبی و باعث تحرک میشه و واسه سلامتی هم خوبه. ولی وقتی یه پسر 16 ساله به اسم گابریل کاوالکانته داشته این بازی رو انجام میداده و میخواسته به یه پورتال برسه، وارد مسیر اتوبوس میشه و با اتوبوس تصادف میکنه و میمیره. و یه نفر دیگه که 48 ساله بوده به اسم فرانک مکسول وقتی داشته این بازی رو میکرده راه خودش رو گم میکنه و داخل دریاچه